سلام به دوستداران سونیکی. من کوروش هستم و خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از سونیک پرشین. این دفعه اومدیم گیم پلی سونیک بوم شاتر کریستال پارت اول. لایک و ساب یادتون نره، بزنین بریم. خب حالا باید بریم اول دنبال تیلز بگردیم تا کمکمون کنه ایمی رو نجات بدیم از دست لیریک. مرحله اول، بزن بریم. خیلی خوب. این همون ربات هست که توی راید آف لیریک بود. یوهو، خیلی از رایز آف لیریک بهتره. ای بابا، دوستان لگو ببخشید، به خاطر ریکورد یکم لگ میزنه و اینکه کیفیتش هم HD کردم. آها، اینجا رو با تاچ میگیریم، شوتش میکنیم اونور جزیره.
یکی از بدیهای بازیش اینه که عین سونیک آنلیش هر دگمه هر حرکت میزنی صدای خوش در میاره. ها هیا یکم رو مخه، اما خدا رو شکر بوستش بی نهایته. محیط بازیش دقیقا اینه رایز آف لری که فقط 2.5 بودیه. از اون بره ای حاجی دوگماش یه لحظه قاطی میکنه. آهنگش باحاله. اینجا رو با تیلز میشه رفت، بازش نکردیم. صدای راجر چقدر بده اینجا. یوهو بخشایی که سرعت میگیره خیلی باحال میده. اسپیندش هم داره. برد اسپیدران براتون رفتم. خب مدالا چیان؟ 6 تا از این علامت های پیچ و مهره است که برای تیلزه. اینا رو اختیاری ولی باید بگیرین دیگه. به هر حال اینا هم کریستال شکسته است که هیچ کدوم نگرفتیم. اونا رو بعدا خودم میگیرم. بریم ادامه داستان. هیچ تیکه کریستالی هم نگرفتیم، اب نداره. خب رسیدیم پیش تیلز. خیلی سریال شو بیشتر دوست دارم، ولی من خود این بازی رو بیشتر از سریال سونیک بوم دوست دارم. محیط واقعا قشنگی داره. میدونم رایز آف لریک بازی افتضاحیه ولی دوست دارم یه بار تجربهش کنم. اگه این کل بازی شطر کریستال رو موفق باشم براتون گیم پلی بگیرم، میریم سراغ فایر اند آیس. خب اینجا خونه تیلزه. چیه؟ آره اینجا کارگاه تیلزه. هیچ کدوم از این چیزا رو نگرفتیم. اگه هر کدوم اینا رو چیز کنیم یه قدرت بهمون میده. خب اینجا هم خونه سونیکه. اینجا میتونین کاتسینا رو تماشا کنین که فعلا 2 تاشو بازین. اینجا میتونین آهنگای بازی رو گوش بدین. اینجا میتونین کمیک پیش درآمد سونیک بوم شطر کریستال رو بخونین. شما میتونین این کمیک رو تو چنل سونیک یونیورس با کیفیت بالا و ترجمه فارسی دانلود کنین رایگان. خب اینجا یه جور اسباب بازی فروشی QNCه. یه دونه از این سکه میندازین، اینو میچرخونین بهتون از این فیگورا میده. خب چی گرفتیم؟ لوگو سونیک بوم. جالبه.
اینجا چی؟ مرحله دومه. خب دوستان، امیدوارم لذت برده باشین. لایک و ساب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار شما.